رفقای خوبم سلام. امروز یکی از مشتریامون برامون 40 تا ورق آورد و گفت ستاری میخوام این 40 تا ورق رو برام راسته کنی. گفتم حله. با عباس دوتایی با هم دیگه شروع کردیم ورقا رو دونه دونه خم زدن. راستی تا دیر نشده بهت بگم که این ویدیو یه نکته خیلی جالب و خنده‌دار داره که اگه بتونی اون نکته رو پیدا کنی پیش من یه شیرینی خفن داریم. اینجا همونطوری که میبینید این ورقا جفت طرف لبه میخورن، 2 تا خم میخورن که حالت یو به خودشون میگیرن. جفت طرف بزرگشون هم خطای زبدر شکل میخوره برای استحکام بیشتر کانال. تا وقتی هوا از داخل کانال رد میشه هم سر و صدا نندازه داخل کانال، هم لرزش نندازه به بدنه کانال. راسته هایی که مشتری میخواست تو ابعاد مختلف بود، از سایز 15x20، 40x20، 45x20، 55x20، 65 و 75x20 داشت. ورقا قبل از اینکه وارد دستگاه بشن رو زمین دونه دونه چاک میخورن برای خمکاری دقیق تر. از یه طرفی هم مشتریمونو میبینید که هرچی من و عباس خم میکنیم میاد سریع از تو تنور در میاره و میبره. اینجا رسیدیم به راسته های 15x20 قوطی کبریت. این راسته ها نیازی به زبدر ندارن، به این دلیل که ابعادشون کوچیک‌تره. دقیقاً همینجا که میبینید من و عباس داریم بحث میکنیم یه قلق دیگه پیدا کردیم برای خمکاری ورق که خیلی کارمون راحت تر شد. اگه از اول ویدیو با دقت نگاه میکنی دیدی که همه ورقا رو ما چرخوندیم برای خمکاری. بعد از پیدا کردن این قلق دیگه هیچ ورقی رو نچرخوندیم. اینجا هم مشتری رو میبینید که داره ورقا رو بار میزنه و میبره. خمکاریمون تموم شد و دوربین رو میچرخونیم سمت گیوتین، میریم برای برشکاری. قرار پشت دستگاه گیوتین رو بستیم و همه ورقهایی که مونده رو به سفارش مشتری سایز 25 سانت خورد میکنیم. اگه با کارمون حال کردی و دوست داری بیشتر از این کلیپ ها ببینی حتما کانالمون رو دنبال کن.